سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت هستید. امروز میخواهم پیرامون یک موضوع بسیار جالب با شما صحبت کنم. عزیزان، هرگاهی که با کاری نو یا چیزی دشوار روبرو میشویم، یک سوال عادی در سر اکثریت ما چرخ میزند که آیا من میتوانم؟ این سوال اکثرا حس ترس و ناامنی میآورد، اما یک کلید به دست آوردن جسارت و باوری برای حرکت کردن هست. آدمانی که به پیروزی های کلان رسیدن از اول جسارت یا باوری کامل نداشتند. آنها تنها تصمیم گرفتند که آغاز کنند. با همین یک قدم، یک اقدام، هر چیزی که کلان و غیر مقرری می نماید برای امکان پذیر تبدیل می یابد. آغاز کردن عزیزان یک روندی بسیار جالب و مهم است. برای انسان مهم است که بداند هر حرکتی که به عمل می آورد ناوابسته از خردی یا بزرگی آن می توانند او را یک قدم به نزدیکی به هدف نهایی برد. وقتی که قدم های اولین را می گیریم ما می بینیم که ترس و ناباوری کم کم رفع می شوند. جسارت افزوده باوری نسبت خود رشد می کند. در این روند مهم است فهمیدن که جسارت و باوری نه تنها توسط کامیابی ها می آیند بلکه توسط حرکت های پی در پی می آیند. ناوابسته از آن که راه دشوار می نماید، ناوابسته از آن که محیط اطراف ما را به شبهه می برد، هدف ما باید باشد سر کردن و آغاز کردن. محض همین اقدام اول است که همه دیگر امکانات ها را باز می کند. طور می گویند جسارت به عمل غیر امکان است. تجربه نشان می دهد که اکثریت محض پس از آغاز حرکت به دست می آورند جسارت را. با هر یک قدم شما نه تنها هنرهای نو را می آموزید بلکه همزمان به خود نشان می دهید که شما قادرید. آیا شما هنوز شبهه دارید؟ تنها آغاز کنید و می بینید که راه خود به خود باز می شود. عزیزان، آغاز کنید. ترس را کنار گذارید، با جرأت باشید و قدم های خود را بردارید. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.